رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موضوعی که قرار هست در مورد آن چند جلسه درسی داشته باشیم علم هست. با بیان چند جلسه درسی تشریح بکنیم این که مفهوم علم چه هست و یک تعریف زیبا از علم به دست بیاوریم. علما در باب علم می نویسند این که چنانی که جسم انسان از برای غذا نیاز داره تا اینکه تغذیه شود، همین گونه عقل و روح انسان هم به یک نوع غذای نیاز داره. علامه ابن قیم الجوزی رحمت الله علیه در کتاب خود مفتاح دار السعاده می فرماید که غذای عقل و روح علم هست. اگر می خواهید که عقلتون صحتمند باشد و روحتون صحتمند باشد، علم برایش بدهید. ما مفهوم عام علم می پردازیم. روح و عقل انسان به تمام علوم نیاز داره. شما ببینید اگر ما همیشه از یک نوع غذا تناول بکنیم باعث مریضی ما میشه دیگه. به خاطر از اینکه ما یک جسم سالم داشته باشیم نیاز داریم که از غذاهای متنوع استفاده بکنیم. همین گونه به خاطر این که ما بتوانیم عقل و روح سالم داشته باشیم باید در زندگی خود علوم مختلف را کسب بکنیم. علما می نویسند که ذهن انسان چنان تنظیم شده که از برای هر علم یک فولدر مشخص داره. از برای علم طب یک فولدر مشخص در ذهن انسان موجود هست. از برای علم فیزیک یک فولدر مشخص داخل ذهن انسان هست. از برای حفظ قرآن یک فولدر مشخص داخل ذهن انسان هست. یعنی هر علمی که در جهان هستی موجود هست، هر مهارتی که موجود هست، یک فولدر مشخص به خاطر جذب اون مهارت و علم داخل ذهن انسان خدا نمتال جاگزین کرده است. یکی از صفات علم این هست که انسان را با کمال می سازه. زمانی که علم بر یک چیز نفوذ بکند اصلیت اون چیز را خارج می کنه. به طور مثال زمانی که علم انسان یاد میگیره در مورد یک موضوعی و به اون علم خود مراجعه میکنه، اصلیت هایی که در اون موضوع نهفته است تمامش را بیرون میکنه. مثلا یک خسته خرما را در نظر بگیرید. زمانی که این یک دانه خسته خرما را شما به یک کسی که علم زراعت خوانده باشد بفهمد، برش بتین از یک خسته خرما میتونه که بعد از چندین سال بعد یک خروار خرما برای ما تقدیم بکنه. به چه دلیل؟ زمانی که با علم خود مراجعه میکنه بر این خسته خرما، آن قوت هایی که در این خسته خرما نهفته است تمامش را بیرون میکنه. این خسته خرما را مثلا میبره زرع میکنه، بعد از چند سال بعد این خسته خرما تبدیل به درخت میشه و 1000 خرما میگیره، بعد اون خرماها را استفاده میکنه، بعد خسته هایش میگیره باز زرع میکنه، چند سال بعد 1000 درخت خرما. بالاخره ما میتونیم که چندین سال بعد از یک دانه خسته خرما به هزارها تن خرما استخراج میکنیم. ولی چه کسی اصلیت این قوتی که در خسته خرما نهفته است او را میتونه استخراج بکنه؟ کسی که با علم فلاحت یا هم علم زراعت آشنایی داشته باشه. همین گونه وقتی که علم داخل وجود انسان نفوذ میکند، آن قوت هایی که داخل وجود انسان پنهان هست آنها را استخراج میکنه. علم اصلیت های درون انسان را استخراج میکنه. علم علما می نویسند که در باب تعریف انسان این که میگویند انسان یک دنیای صغیر هست.
و زمانی انسان به یک دنیای کبیر تبدیل میشه که علم در اون نفوذ بکنه. زمانی که ما علم را در خود نفوذ دادیم، این جسم کوچک ما تبدیل به یک جسم کبیر میشه، جسمی که بازتابنده از تمام علوم جهان هستی با این قد کوچکی خود تجلی میکند. علم در وجود انسان کمال ایجاد میکنه. علم انسان را به یک صفتی به عنوان صفت حکمت میرسانه. انسانی که صفت حکمت داخل وجودش باشه خیلی زندگی برایش لذت بخش می باشه. شما زمانی که بر هر علمی مراجعه بکنید و اون علم را به معنای واقعیش در عمقش داخل شوید، اون علم شما را به اصلیتتون میرسانه. فرق نمی کنه کدام علم هست، هر علمی که باشد. ما در اسلام مرز برای علم نداریم بیایم علم را تقسیم بکنیم، علم مادی و علم معنوی. نه، این گونه نیست در اسلام. قرآن برای تمام علوم به یک دیدگاه نظر داره. شما بری آیت قرآن را ببینید چقدر در مورد علوم معاصر حرف میزنه. انقریب به 750 آیه قرآن هست که کلا علوم معاصر بحث میکنه. علم مادی و معنوی اینها هر دویشان در پهلوی همدیگر قرار دارند. اگر علم معنویتی داشت یک انسان و از علم مادی برخوردار نبود، اون انسان کامل نیست. به خاطر از اینکه یک انسان کامل باشه نیاز داره از هر دو علم داشته باشه. به خاطر پیشرفت یک کشور، این کشور نیاز داره تا از هر دو علم برخوردار باشه انسان‌هایش. یک کشوری که در اوج در علوم معنوی خود را رسانده باشند ولی از علوم معاصر، از علوم مادی بی بهره باشند، اون کشور نمیتونه که مشکلات خود را حل بکنه. و دلیلی که علم مادی یک سپری است برای علم معنوی. اگر علم مادی را شما از علم معنوی جدا بکنید، علم معنوی وفات میکنه، میمیرد. اینها با همدیگر یک جا تولد شده هر دوش. علم مادی نیازمند علم معنوی هست و علم معنوی نیازمند علم مادی هست. پس ما نیاز داریم که از اردویش برخوردار باشیم. به طور مثال ما در قانون اسلام یک مسئله داریم، این که حفظ از سرحدات کشور. بالای افرادی که داخل یک کشور زندگی میکند فرض هست که از سرحدات زمینی و هوایی خود دفاع بکنند. درست؟ یک مسئله دینی هست. زمانی که دشمن بر یک کشور اسلامی تجاوز میکند، بالای اون رعیت کشور فرض هست تا از سرحدات هوایی و دفاعی خود اینها دفاع بکنند. خب شما ببینید، ولی اگر قرار باشه ما از سرحدات هوایی خود دفاع بکنیم امروز در مقابل دشمن، ما با چی باید دفاع بکنیم؟ ما نیاز داریم در یک علم معاصر نیاز داریم تا ما چنان چیزهایی بسازیم تا دفاع بکنیم از سرحدات هوایی خود. وقتی دفاع کردن بالای تو فرض میشه، وسیله هم که توسط از او دفاع میکنی او هم بالای تو فرض میشه که باید داشته باشی. امروز فرض هست بالای ما مسلمان ها که از علوم معاصر برخوردار باشیم. به دلیل از این که اگر ما برخوردار نباشیم نمیتونیم که علوم شرعی خود را درست انجام بدیم. به چه دلیل امروز مثلا کشورهای اسلامی نمیتونن از سرحدات هوایی خود درست دفاع بکنن؟ به دلیل بی بهره هستن از علوم معاصر، از آنچنان علومی بی بهره هستن که چنان وسایلی بسازند تا از سرحدات هوایی کشور خود دفاع بکنن. پس میبینید اشد ضرورت هست برای داشتن این هر دو علم، برای این که ما یک کشور با تمام معنا از هر لحاظ یک کشور مکمل و تکمیل داشته باشیم نیاز داریم که باید علم مادی و علم معنوی هر دوش را داشته باشیم. انشاءالله که
چندین جلسه درسی در رابطه با مفهوم علم می داشته باشیم تا یک تعریف واقعی از علم را یاد بگیریم و با اون تعریف بتوانیم که یک تحول در زندگی اجتماعی و در زندگی شخصی خود ایجاد بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.